سلام، به کانال دکتر الف خوش اومدید. من آرزو هستم، کارشناس ارشد پرستاری و محقق حوزه سلامت. امروز میخوام در مورد کمخوابی باهاتون صحبت کنم و اینکه کمخوابی باعث افزایش وزن میشه یا کاهش وزن. پس اگر میخوای بدونی که کمخوابی چه تأثیری داره و این تأثیر روی وزن رو با چه مکانیزمی انجام میده و چه اقداماتی میتونی انجام بدید که مانع اون بشید، تا انتهای این ویدیو با من باشید. همه ما مطمئناً تجربه یک خواب ناآروم و خواب کم رو داشتیم و روز بعد تحت تاثیر اثرات اون مثل خستگی، بی‌حوصلگی، کج‌خلقی و کاهش تمرکز رو تجربه کردیم. اما آیا تا حالا به این فکر کردید که این کمخوابی روی وزن شما چه تأثیری داره؟ مطمئناً تو صحبت‌های معمولی که با هم دیگه داشتین پیش اومده که به هم بگید چقدر وزنت کم شده، خوابت مناسبه، یا اینکه چقدر وزنت بالا رفته، خوابت مناسبه. امروز میخوایم در مورد این مسئله صحبت بکنیم. اولین تأثیری که کمخوابی روی بدن ما میذاره، تأثیر اون روی متابولیسم بدنه. وقتی که شما دچار کمخوابی میشین و خواب نامناسب و ناکافی رو دارین، متابولیسم شما مختل میشه. متابولیسم چیه؟ متابولیسم فرایندیه که طی اون بدن شما اون غذایی که خوردین به انرژی تبدیل میکنه. پس وقتی که متابولیسم مختل بشه، میزان سطح انسولین توی بدن شما دچار اختلال میشه و سطح انسولین توی بدن شما بالا میره که باعث ایجاد گرسنگی و در نتیجه افزایش وزن میشه. از طرفی کمخوابی تأثیر مستقیم روی هورمون‌های گرسنگی داره. دو تا هورمون داریم که روی احساس گرسنگی و سیری در بدن خیلی موثرن. یکی هورمون گرلین هستش که القا کننده احساس گرسنگی در بدنه و هورمون دیگه هورمون لپتینه که احساس سیری رو به ما میده. وقتی که ما کمخوابی های زیاد و طولانی رو تجربه میکنیم، میزان هورمون گرلین توی بدن ما بالا میره، در نتیجه احساس گرسنگی رو به ما تلقین میکنه و ما تمایل داریم به خوردن غذاهای مخصوصا غذاهای پرکالری و پرچرب. از طرفی میزان هورمون لپتین رو که احساس سیری رو به ما القا میکنه کم میکنه، در نتیجه اون احساس سیری در ما خیلی دیرتر به وجود میاد. از طرف دیگه وقتی که شما کمخواب هستید، خب مسلما انرژی شما کاهش پیدا میکنه و همش احساس خستگی دارید. در طول روز تمایل دارید که مثلا روی کاناپه جلوی تلویزیون دراز بکشید و انرژی و توان و انگیزه لازم برای ورزش و فعالیت بدنی رو ندارید و همش در حال استراحت کردن هستید، یه حالت کسالت دارید. در نتیجه وقتی فعالیت بدنی شما کاهش پیدا کرده، مسلما مصرف کالری توی بدن شما پایین میاد و به این ترتیب اون چربی ها به سوزونده نمیشن که به انرژی تبدیل بشن و شما انباشت چربی توی بدنتون رو دارید که این باعث افزایش وزنتون میشه. آیا کمخوابی باعث کاهش وزن هم میشه؟ در حالی که توی اکثر تحقیقاتی که صورت گرفته نتیجه این بوده که کمخوابی باعث افزایش وزن میشه، اما بعضیا اعتقاد دارن که کمخوابی باعث کاهش وزن هم میشه. بله، ممکنه این اتفاق بیفته، اما مکانیزمش به چه صورته؟ اون کاهش وزنی که به علت کمخوابی اتفاق میفته با تحلیل توده عضلانی در بدن اتفاق میفته. به چه صورت؟ عضلات توی بدن ما برای اینکه ترمیم بشن و خودشون رو بازسازی کنن به استراحت نیاز دارن. وقتی که شما کمخواب میشین، بدن شما اون فرصت کافی رو برای بازسازی عضلات نداره. در نتیجه توده عضلانی کاهش پیدا میکنه و مسلما باعث کاهش وزن میشه. اما کاهش وزنی که در یه سالم نیست و نتیجه اون کاهش توان و استقامت بدن شما هستش.
در واقع توی کاهش وزنی که به علت کمخوابی اتفاق میفته، شما عضلات رو از دست دادین و چربی ها بر اساس قبل پابرجا هستن. از طرفی خود بدن هم تواناییش رو برای سوزوندن چربی از دست داده. یعنی شما وقتی که خسته هستین، وقتی کم خواب هستین، بدن شما نمیتونه انرژی اون چربی ها رو بسوزونه و به انرژی تبدیل بکنه. از اون طرفم این چربی هایی که نتونستن به انرژی تبدیل بشن توی بدن انباشته میشن و باعث افزایش وزن میشن. از طرفی هم که شما عضلات رو از دست دادین و در نتیجه یک توده نامناسب چربی رو خواهید داشت. تاثیر دیگه کمخوابی روی استرس و اشتهاست. به این صورت که وقتی کمخوابی های طولانی رو تجربه می کنیم باعث افزایش هورمون های استرس میشه. یکی از این هورمون ها هورمون کورتیزوله. وقتی که طولانی مدت اتفاق بیفته، سطح بالای کورتیزول باعث ایجاد احساس گرسنگی در ما میشه. در نتیجه ما تمایل بیشتری به خوردن غذاهای پرچرب و پرکالری پیدا میکنیم. در نتیجه با این بیخوابی یه سیکل معیوب توی بدن ما به وجود اومده. به این صورت که بیخوابی باعث استرس و افزایش هورمون‌های استرس مثل کورتیزول میشه. کورتیزول باعث ایجاد احساس گرسنگی میشه. تمایل ما به خوردن غذاهای پرچرب و پرکالری افزایش پیدا میکنه و در نتیجه وزن ما بالا میره. تحقیقات زیادی توی این زمینه صورت گرفته. یکی از تحقیقات مهمی که توی یکی از دانشگاه‌های شیکاگو انجام شده به این صورته که دیدن افرادی که کمتر از 7 ساعت در شبانه روز میخوابن به نسبت افرادی که خواب کافی توی شبانه روز دارن احتمال افزایش وزن رو تجربه کردن، یعنی اضافه وزن بیشتری رو تجربه کردن این افراد. و از طرفی هورمون‌های اون افراد رو مورد مطالعه قرار دادن و دیدن که هورمون‌های گرسنگی همون ابتدا خدمتتون عرض کردم، هورمون گرلین توی این افراد بالاست که باعث احساس گرسنگی مداوم اونها میشه و هورمون لپتین که احساس سیری رو القا میکنه توی این افراد پایینه و در نتیجه تمایل به خوردن غذا و افزایش وزن بالا میره. یه مطالعه دیگه که توی دانشگاه کلمبیا انجام شد به این صورت بود که طبق تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن افرادی که کمخوابی رو تجربه میکنن تمایل بیشتری به خوردن غذاهای پرچرب و شیرین دارن. حتما برای شما هم اتفاق افتاده توی روزایی که شب قبل خواب ناکافی داشتید خیلی تمایل دارید که غذاهای شیرین و فست فود استفاده بکنید. در نتایج تحقیقات اینها هم به این صورت بود که وقتی که کم خوابی داریم مراکز پاداش توی مغز تحریک میشن و در نتیجه ما همش دوست داریم که غذای پرچرب و شیرین و فست فود مصرف کنیم. یه مطالعه دیگه که توی دانشگاه کالیفرنیا انجام شد به این صورت بود که دیدن افرادی که کمخوابی های طولانی رو دارن تجربه میکنن بیشتر دارن توده عضلانی رو از دست میدن و چربی ها همچنان نه تنها پابرجاست بلکه به میزان چربی هاشون، چربی های جانبی مخصوصا توی ناحیه شکم و پهلو داره اضافه میشه و این کاهش وزن ناسالم برای در واقع در آینده هم مشکلات زیادی براشون به وجود میاره، چون هم باعث دفورمیتی های بدن میشه و از طرفی نقش اصلی متابولیسم در بدن به عهده عضلاته. پس وقتی که عضلات تحلیل رفته داشته باشیم متابولیسم بدن هم که عامل اصلی تبدیل چربی ها به انرژی در بدن هست مختل میشه. پس ما تا اینجا گفتیم که کمخوابی از طریق چه مکانیزم هایی باعث افزایش وزن میشه. یه جنبندی کلی بخوام براتون داشته باشم،
از این راه ها میتونه باعث افزایش وزن شما بشه. یکی گفتیم از طریق مختل کردن متابولیسم بدن شما، به این صورت که انسولین رو بالا میبره، احساس گرسنگی رو شما افزایش میده. دوم اینکه روی هورمون های گرسنگی تاثیر میذاره، گرلین رو افزایش میده، شما مدام احساس گشنگی دارید و همش هم دوست دارید غذاهای پرچرب و شیرین و پرکالری بخورید و از طرفی هم اون خستگی نمیذاره که شما به سمت فعالیت و ورزش برین و دوست دارین مدام یه جا آروم باشید که این باعث میشه که شما چربی کمتر و کالری کمتری مصرف کنید و افزایش وزن رو داشته باشید. خب حالا ما فهمیدیم که کمخوابی باعث افزایش وزن میشه و چه آثار مخربی داره، اما کلا مشکل خواب داریم، یعنی به خواب رفتنمون و کیفیت خوابمون کمه. چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که ساعت خواب داشته باشید. سعی کنید توی برنامه روزانه‌تون حتما قرار بدید که من این ساعت به رخت خواب میرم و تایم بیداریمم این ساعته. این باعث میشه که ساعت داخلی بدن شما تنظیم بشه و در نتیجه شما خواب با کیفیت تری رو تجربه بکنید. دومین عامل محیط خوابه. یک محیط مناسب هم میتونه به شما خواب با کیفیت تری رو بده. اتاق خواب باید یه اتاقی باشه که تاریک باشه، خنک باشه و ساکت باشه و تخت و تشک راحتی هم داشته باشین. یکی دیگه از عواملی که کیفیت خواب شما رو کاهش میده مواد حاوی کافئین ها هستن. پس سعی بکنید که موادی که کافئین دارن مثل قهوه، چای و نوشابه های انرژیزا رو توی ساعتهای پایانی بعد از ظهر و شب محدود بکنید که بتونید خواب با کیفیت تری رو تجربه بکنید. یکی دیگه از راه‌ها تمرینای آرام بخش قبل از خوابه. شما میتونید از راه‌های مختلف این کار رو انجام بدید. مثلا میتونید یه موسیقی آروم گوش بدید، کتاب بخونید، یوگا، مدیتیشن و یا اینکه اگر بخوایم از نظر دینی هم بگیم دعاهای قبل از خواب که وجود داره و همینطور یه شکرگزاری زیبا و اون صحبت‌هایی که با خداوند دارید اون حس آرامش رو به شما القا میکنه و خواب با کیفیت تری رو خواهید داشت. عامل دیگه تغذیه هستش. شما سعی کنید که شبها یه شام مغذی و خیلی سبک رو باید مصرف بکنیم تا یه غذای سنگین و پرچرب که کلاً سیستم خواب و سیستم عملکرد بدن ما رو مختل میکنه و مسلماً خواب آرومی رو تجربه نخواهیم کرد. با رعایت این نکات و داشتن خواب مناسب مطمئن باشید که اضافه وزنی که بخواد به خاطر کم خوابی باشه هیچ وقت متوجه شما نمیشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. ممنونم از همتون. فعلا